و خیلی امید داریم به 3 کشتیگیر بعدیمون. آفرین به فیروزپوری که خیلی آماده و خوب نشون میده. رقابت حکم یک فینال داره ولی بوی بردن میاد از امیر حسین. اشتباهه، پاش رفته بود بیرون، نباید بذارن کشتیگیر ما روانشو از دست بده. آیا یک امتیاز؟ بله، کار پژمان درستکار قشنگه. یعنی چی؟ حاجی مراد گاتسان رو دخال نه، پا قشنگ خارج شده، مچ پا رو گرو بگیره، میره که به پشت حریف بره. خوب بسته سر گردن، دوبارم فعلا سوتون نداده خوشبختانه. حالا میره که با قرص پشت حریف رو میره جانم به سر، میره که پا رو دوشک خارج کنه. یک امتیاز بعد ما بدن، باید اعتراض کنن. اگه البته اعتراض ما مورد موافقت قرار بگیره، خاص اختیار امتیاز هم میتونن بدن. خالق‌های امید بود و این گونه کشتی گرفت. جنگنده از اول کشتی هم مشخص بود که اومده بود ببره. باریکلا دلاور جویباری ما. روزا خیلی سخته که در کشتی آزاد بخوان بازنده باشن و اینجا یک امتیاز دیگه به دست میاره. خیلی حساس و نفسی، اصلا دوست نداریم امتیاز بدیم. پاتو بده عقب پسر، خیمه بزن روی سر گردنشون، روی سر گردن داور و کشتی رو همه نظر خاک به امیر حسین. لیلی کل ثانیه تمام شد. باریکلا به غیرت امیر حسین.